بابا حلال شد و معصوب دقیق کسی کو همین عباس برار من نمیکنه بگه همین برار من سر تو بلکه به سر میدمین چلی باشه پیالی چای لقمه نونی بی بمرو که گوشنگی بمو تو صحبه کو که من یک زنگ اینا بزنم تو باشه من یک زنگ بزنم نمیکنم یک لقمه نونی یا برادر به من ری کنم فقط نه به چی اندر از اینایو عباس برار مردم صبح نکد یک چکر پیش به سر میدمین بیه نانا جو مدارمه بمرد و من گوشنگی به سر میدمینا از سر صبح بیامادم نکدیم یک پیالی چای لقمه نونی به دستم یا عباس برار مرای کنی آخه چه ریته میکنی آبا کدو قبریستونه نانه خب من که به سر میدمینا عمرم توم شد خلاص شد دقیق خب باشه اگه بیایی بابا دست ری میکنم اونو که به سر بیه دیگه من چه کار کنم آخه ساعت 12 شده مدارم من نون نما آخه من گوشنه شدم به زبان خود حب میدنم به دست خود کار میکنم دگه من چه کار کنم دگه دل مکه به سر آماده مولا خب من چه دل که به سر کنم با تو نون بیارم ببی ساعت نسی با بیلا ما دست ازی برانا کی ما این خیر ببینی آی ولند ولند آی ولند آی امان جور باشنگی لگ نه به دست عباد من نونی رای کنی خداحافظ بلبل مسیار ایلاد بیا رفیق اشتنی جانجوری خریاتی اشتنی جانجوری خریاتی شکر فضل خدا جانجوری شکر چی گپای جانجوری بگه اشتنی جانجوری خریاتی چی گپای خوبم شکر زنی من خوبم بیبی من خوبم آیلا شکر بیا رفیق پیش بیا و تو کار دارو چی بایی؟ تو بیا کار دارو تو یاد کردو پالیس بیام یا خودی کمشا عجی طرف بیا تا شلیا می بیایی اتا شلیا نیا نه عجی پلواش بیا عجی کنار دیوار زنده باشی کسی جان میره بلا خونون ببرو نمای بیا تو با کار دارم با برو الان گلت بیایه آره نکرده سر از شلی شیره به مالون از این نونار میسون خوش برار من که بقیه من نشو یک لغمه نونی به من نوا هر چی دستی آی بیدر باشه بستنم ولند ولند آی ولند آی امان کجا بودی گیلا بلبل مسیار یار آی کجی جان دست تو چیه گیلا بیا بیا بگه چی گپایه معلوم نیه نگه جنگیری دیگه خیریاتی که چه کار میکنه نگه فیندگاه همینی سر زمینا شدی شیشتیم همی چوکو کن رم بدیم شدی ما بخور دستی جنگیری شکر فضل خدا دم غنی وقت زنده باشی سلامت بشی گلم هسته کجا میرسی گلم میره ما به سارا ما به سارا میره دیگه ببرا خونون ببرم میبینیم چه کار کنی امروز دیگه ما دومروه امروز دیگه دومروه نالگو تک برو دوغ ببر ببرا خو ببرا خونی رو لا مغز سرت گل خراب چره برار تو نیرو لعمالی به پیش میبید از تو جلوتر نه بابا در دهنم من هرچی پیش با اوزر که بغلی بالاتر خیرات میمیه بیا که قراری کرده برین تو هم گفتم من نمیرو گو نه بیا برین جید که گفتم نمیرو من سرزمین شریو رو برده که آلی شیستی دولون بسه میته لقمه میدنه پلوه فریشه گیلن برار من به کجا به علیشی نه به خیرات عمومی رفته خیرات عمومی با ویلا آخیو با من گفتک با من نون بیاری به سهرا خود اگه چاش خبر چیده بیدویم برم بقلی بالاتره با ویلا من پس اینا رو ببرم به سهرا ببرم این یک کاری کنه که چه کار کنم اینا رو بدی برای من گوشته یا تو پولی میدم ایوادی پوله چند میدی مثلا فیلشی 5 روپیه نه 5 کن نون دارم مال 5 روپیه 5 گوشته مال پر نعنا و دوغ همیت یک دوغانیه که گردنم و من باشه بخوری مگر تو به برج عقرب دیگه سال میت سولو به چرد وقت بچلی خیلی گلم تو من خیلی مایم تو را چیش ما زنده باشی سلامت باشی دیلا یک دیلنگه بده دیلنگه نمیدون دای کوغسپی چی به تو میدون که به 90 بازار افغانستان برای مال پلای میخوره
ها چالون بسالی بنده لقمه بشی. میزنم. بنده بشی سلامت. نونا رو هم بایی همه بدی به مگیری. خب تایم بالا خی سری. خب سرفه رو بندازه همه تو هم بخوری. نه من گفتم سرفه رو بندازه ما کدو داشتیم ما فهمیدی منطقه کدو عدیشه مونده بود خوب. عدیشه مونده بود همیشه نان تو به عمر خود بله. تو که میگی ما کدو باید کردیم چرا کاسه خیریه؟ تو سایی که برای جمعه به گب نگشتیم من گفتم دیشب ما کدو داشتیم یک پشپاقی بمونده بیدک به تک دیگ بیدک اینا رو برداشتیم و یک خم بیدک بخوردم ما امروز چاش هیچی بار نکردیم نه نه ما تک بلا تو خوشم داره دیگ ببرک چیز همی چی میگم همی دوغ بابا بله جو برای یک کاری که دوغار بهش تکاسه وقتی این دوغار رو آدم خود این اینا اینجا بخوره دل دیگر رو آدم با جلا میاره گردن بند بشه اینا دیگه دوغایی هست که با عمر پیاز خوره خوردی شاید دوغ پیرمیش باشه یه لنگه اینا را که توی میخوری دگم دهی به تو دادم برارمه اندازه پنی پس نه نه لالا نماید یه سری زنده عقاقه تو خودی نگیبای چیزی چی بخوری مگر پنجی پستی برارم مال بگم یا برو به سرا خونی بخور تو بس آیان تو میکن کار خودشون مرد بده تا کسی نگی بابا تو به نو خوردم دم کار داری عقاقه میخون تو چی که داری بخوا بخی یه لگ برو برو لالا بخی یا دایما بدید اینو نخ جمع که بابا نمام بخوا همون که سی میکشن ده اما خیرات داری یا مفته داری کسی بگی بخور برو بگی همه داری قیباله خو به نه نه کسی به دختیات دادم بیا قیقا بزن کلوک بزن نه دوغاره بدن سیاره بشی سیاره بشی به حق داری تو بشه میدی نمیشه می بزن بزن دعیمه لالا بزن نمون بس کوی کجی به خدا تو را شده که به دعیمه بزن لالا بزن دعیمه دعیمه بزن جان پس زفت خوبه برک برو برو گوش نمیشی بخواد برو کجا برو برو سراخ بخور تا بیمیزی تو کمی چندی بخور بشم برو برو بابا دوغار میبرم سراخ با بشکل میارم برو که میاره دست رو ما به دست من مگه من نبیدم خوبه هی 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 چی چه کتو بخور بله بخور اینا خو باشر بده دستم پیش ما باشه نونم باشه سفرم باشه با من میارم به دست را شما میدم نه بخور بابا تو کلمه گوشنه تر بودی بخور دقیق بله قبع سود دوخره بهتون بودی میگم همیته میخوری خاطر خود نمی حکومت میکنم رخشوی داشتیم خیاله بگه لب اگه بعد ما رخشوی داشتیم به تو 20 میلیون بیا رفتم ما هم بشو خوبه بخور پس خورا خوب بخور گیلا بخور که پس خورا تو بخوره اون من از پرقاد میگیره بخور بشم
بخور گیلک ما گوشنه اومد. خفه شدم دیگه بخوریشته بخورم. البته دلم ناییه. بخیر گیلک جو بخیر برادر من بخیر. برو بخیر بیاری خوبه. برو جو برو. برو خوش آمدی برو. سرفه مارم بیاری با خوبه. سفره شمارم بیارم برو. ایتا میرم من دیگه به سرم میرم. هر جا میری برو بسد برو. سرفه مارم بیاری بدی دست منه به خوبه. دو قپا خلاص خوبه. با بیلا تو آدم برو خبر قرقه رو برو خونید الله ببرم دوغل تو هم باشی دینینا رو هم بهش بردن تو ببری مثل من گوشنه به سر زمین مرتعتونه تو تیار میکنم به برون بشکه و سفره کاتی یه لحکن رو بدون دست برای خیلی بینم از داد باور کن همی تا دوغا و نونه هدی نچشبید که چی بود سلام علیکم دلنی لایشتن خیلی هست جنجوری و علیکم کجیجو کجا بیدی؟ بخیر جنجا رو بم سر زمینو همینجا شیشته بدون دیگه گوشنگی به کل قش کردم دیگه آخر مجبور شدم که برم به خونه همین برار نادون بیعقل مرتو سکو تا هم شوم ازی بر بزی بر میگردم مقدر نمیکنه که یک لقمه نونی برداره بیاره به مکه به سر می زمین تا شوم کار میکنم خوش که برم یک لقمه نونی به برار خوب برم نه گیلک برو شما به این قصونی اگر دن ونی برای چیزی ری نکنی دیگه هم تکه برا دیگه نمیایی چه کار کنم چی بگم تا گپم بزنم مادر میگه قراض نگیر سادیه چی میازی وانی هم که قراض نگیری نمیتونی رستا باشم یا برای سگای یا سعی میکنی و برات او بیزی خودی بچه یک کار کنه می و خود پیدا میکنه اما زن نمیگه که باشه به می برار خلق مینونی ببرم یک پیاله چای ببرم کار میکنه گوشنه نه با کی بگی دیگه برم به سرا دیگه چیکار کنم دیگه تارک معلوم نیست دیگه ها گوشنگی به خدا دیگه میتونم که دیگه دست پا ما راه نمیره چاش تا نمیری خودمو زنده باشین بریم خداحافظ خداحافظ شما بخیر برین دل خواه برار کو گیلک بکنی که او هیچ وقت کاری به سنده بین نرسونده و نمیرسونه چیکار کنم برای خدا برو که خبر چی گیلک میگار بداده به می به ای بستونده بوشکی و چونه با کتوی سفره پاسی گیلک به دستمه متوجه نشد که چونی یا نشد اینو هست که در دنه بند مرسه خوبلا میکن به تمیز جوی زد که دنه زمید حالا رمضان مانده نباشیم سلام نورالله جو خوبی برو خیلی خیال هستی چه کار میکنی همین جودرار میکنم برادر همین علفا اینا خیال هستی چی گپاه برادر اری تو کردیم سال برای شما کجیر هم بالی هم شیلی های دیگه که قداد میکشیم چوکوکور پاس پیش میکنی باره خدا دست نمی چوکوکور برداریم هر چی چلی بود همه جمع کردم ببردم بخور حالا رمضان جان من یک گله دارم برارم خب چی گله همین کجیر برار شما دم چاش مادر ما به دست گیلک برار مکام دوغ رای کده بده بشکه دوغ خودی نون بله که اینا ببر با سر زمین با برار خود خب ای بیا ماده بتر را برای عادی گفته که برار تو برات به عروسی رفته تو کجا میری گفته هیچ من مینار میبرم با برار خود همین برار ساده مرگاب داده داری به بزی داده بشکه دوغ را مازی وسند خودی نون پاس بخور اپیش من کجیر برار شما تیر شد به می چی نگو که من مینونا و دوغار بسونه ولی من براتون به خونه رفتم مادر کو گفتن چرا به من نون رای نکردی گذاشت برار تو گیلک ای کدو گیلک بیا مدمازو پرسان کردم که نونا دوغار چی کردی گفت اگه چی کجیر از اونا رو بخرید فکر کنیم ما و شما همینجی قلب شریکیم شما همینجی زمین داریم ما همینجی زمین داریم همین کار خوبیت نداره همین برار خود بفهمونیم برار ما سادیه برار شما کوشیاره آیا همین دریفه خو ارزش نداره برار ما خوب میفهمیم که با 5 روپیه مال بشکه دوغ میداد خودم اینو ولی ما گوشنه و توشته تا 1 بجه به سر زمین استاد این کجیر این بشکه دوغ بستن بشه میده دیگه من چی خبر دارم ما گیلک پرسان کردم مور بزدم گفتم بگو که بشکه دوغ چی کردی تا کجیر از مور و داری که برار بخرید بشکه دوغ خودی اینو بخور
چرا نیت میکنه؟ این توشنی دوغ بوده. اگه ما گوه نداریم خود دوغ برای آدم از شهر از این بر معصر آدم میخره. این چرا این کاری بکنه؟ به خدا دیگه برار چی میفهمم؟ برار شما نه، باید شما رو بفهمونیم. اصلا من یک چیز دیگه نمی‌دونم بگم. همی سال به 12 ماه همی برار ما خودی همی برار سادی شما به این بر به او بر به باغ باغچه درختار باش که اولوار با جون این بر او بر درختار مردم بکن سبستا مردم عمل لغت مال کو گندما مردم لغت مال کو خراب کردی به می دیکو سال بم 12 ماه همی دیتا خودی همه با یک دم میبینه که دیتا با معامله میکنم مثلا یک مشکی دو غیب داری به که دیگه میشه. من نمیفهم که اینا چی رقم سیستم زندگی دارم خودیا. باور کنیم امروز تو کنیم بده سر زمین ما گوشله و توشله بودم به خونه رفتم اونجا با مادر خو میگم چرا به من نور اینا که دیگه دست برور تو گیلاگ ری کردم. حالا گیلاگ برای میگم نونا ما چی کردی میگه کجیر از ما گفته برور تو به عروسی رفت نون نمو بیا بده و داری به مو بشکه دو خودی من نون از دو خرید. خب تو مرگ مفاجار بگو که جیر بخوری. تو اگه دوغ مستی میرفتی به در سرای اینا میگفتی خاله جو یک چکی دوغ به ما بده که من توش نیام بم مردم اقام دوغ حال به عمر خود دوغ نخوردم حال ما معذبت با شما به سرا برم برار جو باز در سیر بودم خوب که اگه می گیلک برای شما به سر همی زمینا کباب نیاره به شما دیگه جوره دست پوشتی و نشه که بگه گیلک اینا چیه که تو میگوری منطقه ما معذرت میخوام از طرف خیلی بخشش باشه که گوش نمیندی برار ما نه به خدا بودم 4 سال ما خود کش کرده نمیتونم بازم بودم میفهم راست سفره‌ام به دستی و بشکه دوغم به دستی و مور بدیدم گفتم کجیر کجا میری من امروز او دری داشتم گفتم کجیر کجا میری گفت اگه چی میرم به سرا خب به من نگفت که میرم ما برار تو بخریدم اگه به من میگفت به خاک میگفتم غمی نداره دیگه باز من میرم تو به سرا برار خب امادر خب پرسان میکنم میگه نون ری کردم اگه لگ برار پرسان میکنه که بفرو اما بفهمونیم خوبی یاد نداره دیگه برای خداحافظ میشه خداحافظ بفهمونیم دیگه خوبی یاد نداره که آدم‌ها دیگه جنجال باشه خداحافظ بخیر باشی خداحافظ کسی نی از این نورالله بپرسه که تو میبینی 24 ساعت برار تو خودی می برار میگرده گپ اینیه یک بشکی دوغ تو خدا میدونه چی رقم بوده و بستون دازو بخورده حالا با تو می اینجا به خاطر یک بشکی دوغ اینجا خودی به ما گله میکنی تو رفیقم 24 ساعت خودی هم یا بچه‌ام یا به فریب یا به شوخی یا به مزاح بشکی دوغ بستون بخورده با گفتن چی داره هم کاری که شدنی بود بوشود دیگه با عرض هر چی پشیمونی کشی و شکایت کنی و قضاوت کشی فایده نداره برار خور بگردن بگو خودی همین یک گوجبی نگرده سادی او کنه میفهمه به خونه زنجیر کو گده است بیغم شد یا به خاطر یک بشکی دوغ اینجا به من شکایت